سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار سفیر افغانستان در تهران با علی اکبر نظری، رئیس عمومی تشریفات وزارت امور خارجه ایران. رسیدگی به 61 قضیه مربوط به حقوق زنان در هفته جاری در کشور و افزایش آمار کشته شدگان ناشی از سقوط یک طیاره باربری در ایالت کنتاکی آمریکا به 12 تن. امروز پنجشنبه 15 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در تهران با علی اکبر نظری رئیس عمومی تشریفات وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. سفارت افغانستان در تهران میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون راههای تقویت همکاری دیپلماتیک و ارتقای سطح تعاملات میان این سفارت و وزارت امور خارجه گفتگو کردند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین این وزارت در جریان هفته جاری به 61 قضیه مربوط به حقوق زنان رسیدگی کردند. این وزارت افزوده که محتسبین در این مدت 139 بیمار روانی را نیز شناسایی و برای تداوی به مراکز صحی معرفی کردند. آنان همچنان 9 جادوگر را بازداشت و 26 قضیه دشمنی و منازعه را حل و 78 نشست آگاهی‌دهی با تاجران و کسبگاران برگزار کردند. کار ساخت 111 پروژه مختلف انکشافی در ولسوالی ناوی ولایت غزنی به ارزش 130 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که این پروژه ها شامل ساخت سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها، دیوارهای استنادی و کانال‌های آبیاری هستند. و در آخر شمار کشته شدگان ناشی از سقوط یک طیاره باربری در ایالت کنتاکی آمریکا به 12 تن رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این طیاره شام روز سه‌شنبه 4 نوامبر هنگام برخاستن سقوط کرد. به گفته مقامات ایالت کنتاکی به شمول 3 تن سرنشینان طیاره 9 تن دیگر در زمین هنگام سقوط این طیاره کشته شده و شمار دیگر نیز زخم برداشته است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.